خب بالاخره وقتشه که از خوابگاه بگیم. داستانی از آدمای متفاوت از جاهای مختلف ایران که برای مدت کوتاهی مسیر زندگیشان به هم برخورد میکنه و یه نقطه‌ای رو تشکیل میده که اون نقطه اسمش خوابگاهه. خوابگاه. داستان خوابگاه قسمت اول زندگی زیسته. من از همون اول شانس آوردم، یعنی اصلا قرار نبود خوابگاهی بشم ولی دوست داشتم که خوابگاهی بشم و انتخاب اول من خود کرمانشاه زدم. من با کلی ذوق و شوق وارد محیط خوابگاه شدم و همون ثانیه اولش به شدت تو ذوقم خورد. راهروهای تاریک و خالی که تو هم بعداً فهمیدم به این خوابگاهی که ما بودیم به راهروهاش رزیدنت ویل میگفتن و شاید مثل خیلی از پسرای 18 ساله‌ای که یه دفعه خودشون رو توی شهر غریب بین آدمایی که اصلا نمیشناسن پیدا میکنن گریه کردم. آره، اونجا یه اتفاق خیلی ویژه برای من افتاد. اون موقع من نسخه ای از خودم رو فرصت نمایش بهش دادم که الان که برمیگردم بهش رو نگاهش میکنم یکم همچین خجالت زده میشم. مثلا این ارائه ما رو ببینین، این منم به لاغرترین و عجیبترین شکل ممکن و اینجا دارم عکسی از خودم رو جلوی 30 نفر از همکلاسیام توضیح میدم که الان هرچی بهش فکر میکنم میگم چرا، واقعا چرا. مثلا این که اونجا یه فرصتی رو داشتم که کسی باشم که انگار قبلا نبودم، ولی این اشتباه بود. من دقیقا همون آدمی بودم که الان جلوی تصویر میبینید، ولی هیچ وقت با خودم اجازه بروز این زاویه از شخصیتم رو نمیدادم، چون شاید فکر میکردم عیب زشته. و جالبتر این که با همه این دیوانه بازی ها جلوی کلاس، توی خیابان، پیش بچه ها، خوابگاه، هر جا همش گذشت و اصلا کسی یادشم نیست. الان که بهش فکر میکنم لحظات زیسته بیشتری داشتم. دارم فکر میکنم اگه اون شب مثلا میگفتم که حوصله داره آهنگ بذاریم برقصیم، یا این غذاها رو درست نمیکردیم، یا بیرون نمیرفتیم، یا عاشق نمیشدیم، الان حسرت نمیخوردیم. و یکم جالبتر زندگی نزیسته الان من چقدره؟ اگه خیلیه چجوری کمترش کنم؟ چجوری پشت سرم لحظات زیسته بیشتری رو بذارم؟